اگه تو هم میخوای واسه شب یلدا یه کیک خوشگل خونگی درست کنی که بدون فر هم درست میشه، تا انتهای ویدیو با من همراه باش. برای این کیک خوشمزه به این موادی که من بهتون میگم نیاز دارید. تخم مرغ 3 عدد، شکر 3/4 لیوان، روغن مایع نصف لیوان، گلاب یا آب 1/2 که خودم ترجیح دادم آب بریزم، آرد 2 لیوان، 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، وانیل نصف قاشق چایخوری. اول باید تخم مرغ ها رو بشکونیم و شکر و وانیل هم بزنیم که به مایع کرمی در بیاد. من ترجیح میدم که با همزن برقی بزنم که پف بیشتری میده. الان باید آب و روغن رو به موادمون اضافه کنیم و مجددا هم بزنیم. بیکینگ پودر رو آرد و الک میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم. حالا باید مواد رو توی 3 تا ظرف کوچیک و متوسط و بزرگ بزنیم. حالا ظرف بزرگ رو رنگ قرمز میزنیم، هم میزنیم. ظرف متوسط هم سبز.
قابلمه یا قالب کیک رو چرب میکنیم و مواد قرمز رو داخلش میریزیم اول. یه قابلمه بزرگ آب میجوشونیم و قالب رو روی اون میذاریم 5 دقیقه بمونه. با خلال دندان تست میکنیم. اگه به خلال نچسبید لایه دوم رو میریزیم. لایه دوم مواد بیرنگمونه. پنج دقیقه بمونه. با خلال دندون تست میکنیم. اگه به خلال نچسبید لایه سوم رو میریزیم. لایه سوم همون رنگ سبزمونه. حالا در قابلمه‌مون رو میذاریم تا یه نیم ساعت 45 دقیقه بمونه. قشنگ کیکمون هم پف کنه هم داخلش بپزه. من با شکلات‌های اشکی تزیینش کردم. حالا شما هر جور که میدونید میتونید تزیینش کنید. نکته خیلی مهم، کیکتون داغ از قالب در نیارید. بذارید بمونه خنک بشه که یه تیکه در بیاد، وگرنه کیکتون خورد میشه. برای آموزش‌های دیگه کانال منو سابسکرایب کنید.